government and for many other politicians across the West. And do you have a message? Sure. ببخشید یک سوال ممکن داشته باشم. من خود بابا جان از تاجیکستان هستم. سوال است که نسبت رابطه آخر سالهای آخری که رابطه تاجیکستان و ایران هستن، از فرهنگ تاجیکستان و ایران اگر امکانات باشه، از دوستی که در این روزهای سخت درباره شما هستیم، الحمدلله شما هم درباره ما هستی، چی گفتنی هستی آقا جان؟ تاجیکان و ایرانی هم که میدونید از یک ریشه و از یک خانواده هستن و برای ما تاجیک ها بسیار عزیز هستند در این روزهای بسیار حساس و تاریخی که آزمونی بود برای ایرانیان. همبستگی مردمان تاجیک با ایرانیان دلپذیر بود و به یاد ماندنی. تشکر. ما و شما وقتی که شاهنامه فردوسی رو میخونیم، وقتی اشعار رودکی رو با هم دیگه نگاه میکنیم و ازشون لذت میبریم، حافظ و سعدی و نظامی، همه اینها گواه گنجینه مشترکی است که مردمان ایران و مردمان تاجیک رو به هم دیگه پیوند میده و این پیوند احساس و شعور و تاریخ باعث میشه که در دوره‌های سخت هم خوب هم دیگه رو درک بکنیم و بدانیم که ما یکی هستیم. خیلی ممنونیم از مردمان تاجیک. خب آخرین سوال من آقا جان، ما میدونیم که تاجیکستان ایران یک فرهنگ، یک دین، یک برادر، یک اکا و دادر هستند. چی باید کرد که پایدار بماند دوستی و اکا و دادری، یار و برادری ایران و تاجیکستان تا عصرهای عصر؟ ما باید پیوندهای مشترکمون رو به کودکانمون، به نونهالانمون، به جوانهامون، به نسل‌های آتی منتقل کنیم. این وظیفه‌ای است که بر دوش ماست. برای حفظ دوستی باید به نسل‌های جدید همواره یادآوری کرد که ما چه میراث مشترک و فوق‌العاده گرانسنگی داریم. اگر این کار رو انجام بدیم قطعاً این دوستی هر روز پایدارتر. تشکر زیاد دوست دارم. شیرازی کتاب دلم عشق و زندگیست، عشق و زندگیست، عشق و زندگیست. من دشمنم به هرچه غلامی و